Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. سلام به همگی، امیدوارم حالتون کلی خوب باشه. من الهه یزدی هستم با یک ویدیو آموزشی دیگه در خدمت شما. توی این ویدیو میخوایم به مبحث حمل و نقل بپردازیم، راجع به وسایل حمل و نقل صحبت کنیم و باهاش چند تا مثال و جمله ببینیم. Les moyens de transport. Les moyens de transport. بریم سراغ اولین وسیله حمل و نقل. Le vélo. Le vélo. اگر دقت کنیم میبینیم که بالای حرف ا توی کلمه ولو یه اکسان وجود داره که بهش میگن اکسانت گو. در واقع صدای ا ایجاد میکنه. لو ولو به معنی دوچرخه. اتفاقاً فعلی هم که برای دوچرخه سواری استفاده میشه فق هست. فق دو ولو. اگر بخوام بگم من دوچرخه سواری میکنم میشه je fais du vélo. دومین وسیله حمل و نقلی رو که با هم میبینیم همچنان دوچرخه است. la bicyclette. la bicyclette. ولی چیزی که خیلی رایجه همون لو ولو استفاده میشه در عموم جامعه. یعنی لا بیسیکلت و لو ولو سینونیم هستن، ولی خیلی راحت‌تر و معمول‌تره که بگین لو ولو. بیسیکلت سه فمینا کلمه‌ای هست که مؤنثه و ولو کلمه‌ای هستش که مسکولن مذکره. لوسکوتور. لوسکوتور. کلمه‌هایی که معمولاً از انگلیسی وارد زبان فرانسه شدن به صورت معمول گفته میشه که مسکولنن، یعنی مذکرن. لوسکوتور به موتورهای اسکوتری میگن. و خود موتور چی میشه؟ لا موتو. لا موتو. اتفاقا فعلی هم که برای موتور سواری استفاده میشه فق هست. فق de la moto. فق de la moto. La voiture. La voiture به معنی ماشین. اینجا حالا چون رنگش قرمزه میخوام بهش یه صفت اضافه کنم. La voiture rouge. La voiture rouge. صوادیق ماشین قرمز. اگر دقت کنین اوی گرد کنار ای صدای او ایجاد میکنه. voiture او. وسیله حمل و نقل بعدی لکقون. لکقون که ما توی فارسی بهش میگیم کاروان، در واقع حالت واگونی هست که به وسیله حمل و نقل دیگه ای اضافه میشه که باهاش بشه سفر کرد. لکقون که معمولا داخلش اکیپمان داره، مجهزه. ل تاکسی. ل تاکسی به معنی تاکسی. ماشین پلیس. La voiture de police. La voiture de police. و خود پلیس در واقع شغل پلیس میشه پلیسیه اگر مسکولن باشه. اگر فمینن باشه میشه پلیسیر. پس پلیس به زبان فرانسه پلیسیه، پلیسیر. Le camionnette. Le camionnette به معنی ون و یا وانت هست. Le camionnette. L'ambulance. L'ambulance به معنی آمبولانس. ا و ان در کنار هم صدای آم میدن و همینطور ا و ام. لامبولانس به معنی آمبولانس هستش. Le camion. Le camion به معنی کامیون.
Le camion de pompier. Le camion de pompier. ماشین آتش نشانی. و خود آتش نشان هم به زبان فرانسه میشه پمپیه و پمپیر. پمپیه، پمپیر. اتوبوس هم به زبان فرانسه میشه ل بوس. من بخوام بگم سوار اتوبوس میشم از فعل prendre استفاده میکنم. Je prends le bus. Je prends le bus. عکس تراکتور رو با هم میبینیم. خیلی از کلمه ها مشترک هست. در واقع تلفظ ها هم نزدیکه. مثل کامیون. توی فارسی میگیم کامیون ولی توی فرانسه میگیم کامیون. یا توی فارسی میگیم کامیونت، توی فرانسه میگیم کامیونت. و تراکتور هم از همون دسته کلمات هست. Le tracteur. Le tracteur. Ça veut dire تراکتور. Le métro. Le métro به معنی مترو. باز اینجا ما داریم حرف ا اکسانت گو رو میبینیم. صدای ا میده. Le métro. سوار مترو میشم هم به زبان فرانسه میشه Je prends le métro. قطار رو با هم میبینیم. Le train. Le train. جالب راجع به قطار یه اصطلاح بهتون بگم. اگر کسی ازتون بپرسه quoi de neuf، چه خبر، شما میتونید بگید le train train. Le train train. اگر بخوایم همینجوری ساده بهش فکر کنیم خب یعنی قطار قطار، ما باید شکل قطار رو توی ذهنمون تصور کنیم. قطار صافه، بالا و پایینی نداره. در واقع میخواد بگه که اون روز من کاملا روتین بوده و کاملا روزمرگی بوده. هیچ اتفاق خاصی رخ نداده. پس le train train یعنی یه روز عادی معمولی مثل همیشه. Le jet ski. Le jet ski. جت اسکی. Le jet ski. Le bateau. Le bateau به معنی قایق. و قایق سواری کردن هم باز میشه faire du bateau. Faire du bateau. کشتی. Le paquebot. Le paquebot. قایق بادبانی میشه le voilier. Le voilier. وزیر دریایی رو با هم میبینیم le sous-marin. Le sous-marin. هواپیما l'avion. L'avion. Le planeur. Le planeur به معنی گلایدر. L'avion de chasse. L'avion de chasse به معنی هواپیمای جنگنده. کلمه chasse به معنی شکار هم هست و اگر این کلمه رو به عنوان فعل گروه اول استفاده کنیم به معنی شکار کردنه. یعنی شسه که بخوام صرفش کنم میشه je chasse, tu chasses, il chasse, elle chasse, nous chassons, vous chassez, il chasse, elle chasse. L'hélicoptère. L'hélicoptère. Hélicoptère. La montgolfière. La montgolfière به معنی بالون. La fusée. La fusée به معنی موشک.
اس مجددا بین دو تا وایل گیر افتاده و صدای ز میده. فوزه. جمله اولی رو که با هم میبینیم. Pourrais-je emprunter votre voiture? Pourrais-je emprunter votre voiture? میتونم ماشین شما رو قرض بگیرم؟ Pourrais-je در واقع اصطلاحی مؤدبانه است. آیا من میتونم؟ مثلا توی کلاس میتونیم به معلمتون بگین Pourrais-je boire de l'eau? Pourrais-je boire de l'eau? میتونم آب بخورم؟ Pourrais-je emprunter votre livre? به دوستتون میتونید بگید مؤدبانه میتونم کتابت رو قرض بگیرم؟ Comme cet avion est rapide. Comme cet avion est rapide. چقدر این هواپیما rapide سریعه. Combien de tracteurs avez-vous vendu la semaine dernière? Combien de tracteurs avez-vous vendu la semaine dernière? اگر دقت کنید بعد از combien de tracteurs اومده و یه دونه اس داره در انتهای کلمه. بد نیست که بدونید combien de کلمه‌ای که بعدش میاد جمع بسته میشه و این جمله معنی این رو میده که چند تا تراکتور هفته پیش شما فروختی؟ خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. ممنون میشم که نظراتتون رو برای من کامنت کنین و موضوعهای پیشنهادی رو حتما برای من بنویسین. Merci tout le monde. Au revoir.